حزب دموکراتی تاجیکستان روز 30 ایول از مقامات خواسته بود به خاطر کاهش گرفتاری ساکنان به کرونا ویروس در کشور 20 روز کرانتین اعلان کنند. دلیل این حزب این است که شماره گرفتاران به بیماری نسبت به چند ماه پیش افزایش یافته است. نظر ساکنان به جاری کردن کرانتین در تاجیکستان گوناگون است. طرفداران و مخالفان این کار دلیل‌های خود را پیش می‌آورند. من یگان ضرورت در جاری کردن کرانتین نمیخوام ببینم، زیرا که علاکه شد که 10-20% اهالی خصوصا کارمندان دولتی علاکه ام گذراندن. کرانتین یک خیلی بسیار دور دراز نیست، اما یک ماه دو ماه کم پیشگیری شود. سال گذشته به خاطر پاندمی در تاجیکستان محدودیت‌های موقتی جاری شده بود، از جمله در مسجد و بازارها را محکم کرده، فعالیت مرکزهای خدمت‌رسانی و گذراندن توی معرکه را محدود کردند. حالا همه این محدودیت‌ها تقریباً بیکار شدند. برخی‌ها تاکید می‌کنند که کرانتین برای ساکنان تاجیکستان مشکلی‌های زیاد می‌آورد. شرایط نیست مردم دا. خاکوش مردم خاک کار نکنه. خیلی مردم داخل کرد. کجا بر کرانتینی خیلی آدم اوج قفو زدن. خیلی کرانتین باشه خیلی یا خیلی سیمی است که نداره کم بیزات. کوز تاجیکستان همیشه در امروزی کار که نبرای زندگی پیش نمیره. پزشکان تاکید میکنند که صرف نظر از جاری شدن یا نشدن کرانتین، ساکنان باید قاعده‌های بهداشتی را رعایت کنند. رعایت بهداشتی باید در همه جا باید داشته باشیم. شخصی مثلا در عین حال میگم که در کوچه ها به ماسک نگردیم، تست دست ها رو شویم، استفاده بردن محلول های دزینفکسیونی دائمی هست چند دقیقه تا این لازم است. بعد در جاهای پر آدم زیاد نگردیم. افسوس که این چیز در ما اینقدر پورا رعایت نمیشه. حتی واکسن گرفته باشیم هم این پورا کفالت نمیده که ما با دیگر بیماری با هم بیماری که دیگر نه یعنی شتم دیگر دارد گرفتار نشویم. یک نماینده مقامات به ما گفت جاری کردن کرانتین برای حکومت تصمیم ساده نیست، چون در حالت جاری کردن محدودیت‌ها صدها نفر شغل روزانه خود را از دست می‌دهند و دولت وظیفه‌دار است که به آنها کمک کند. اما در شرایط فعلی با گمان است که بودجه تاجیکستان توان انجام چنین کاری را داشته باشد. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه.